ماهی رمضان پرعطا آمده است. تسبیح و تراویح و دعا آمده است. ماهی رمضان پرعطا آمده است. تسبیح و تراویح و دعا آمده است. هر کس که در این ماه خوب عبادت بکند اندر سر او نور خدا آمده است. برادران عزیز، حاضران محترم، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای ما و شما توفیق داد و نصیب گردان که این بیگاه، این لحظه در بهترین درگاه، در بهترین لحظه حیات، در بهترین جایگاه قرار داریم. این لحظه عبادت و این یکمین شبی ارزشمند و شبی طلایی را برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم، بار الله پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه عبادت و بندگی بگردان. پروردگارا بار الله تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه عبادت و بندگی و دوری از گناه بگردان. پروردگارا یا رب بدرت نام سیاه آمده ایم، یا رب بدرت نام سیاه آمده ایم، با عهد شکسته پرگناه آمده ایم. یا رب بدرت نام سیاه آمده ایم، با عهد شکسته پرگناه آمده ایم. نومید مشو نماز قرآن گفتی، نومید مکن امیدگاه آمده ایم. پروردگارا ما همه خجالتمند به گردن کج، به امید و آرزو به کوه گناه آمده ایم تا اینکه گناه های ما را عفو و مغفرت بگردان. پروردگارا بار الله برای ما توفیق بده که از این خوبی هایی که در این ماه شریف، در این ماه نور است، ما استفاده ببریم. برادران عزیز و بزرگوار، از شما فقط من یک چیز خواهش دارم که در دوام یک ماهی که ما و شما انشاءالله و توفیق و مدد الهی هر بیگه تا نماز تراویح نیم ساعت صحبت میکنیم، بسیار خواهش التماس دارم که خاموشی را رعایت کنیم. در دوام صحبت همدیگر را خلل نرسانیم. اگر شنیدن نمیخواهید بیست آخر درآ، دیگرها را خلل نرسان، تا اینکه این جمعیت از این گفتارها، از این صحبتها یک چیزی بهره‌ور شود. اکنون این بیگه یکمین بیگهی هست که ما و شما از این ماه نور، از این ماه فیض و برکت انشاءالله استفاده میبریم. این ماه بچنان ماه بزرگی هست که ببینید بزرگی این ماه این لحظه معین است. هر شخصیتی که چشم بینا دارد بزرگی این ماه می‌بیند که امشب جمعیت شما را آرام نگذاشته است و به سوی درگاه و خانه صاحب پروردگار کشانده آورده است. این نشانه بزرگی این ماه است برادران است. شاید که تا امروز دوام یک سال بعضی از شما نماز خفتن در مسجد نخوانده بودید. شاید که شما دوام یک سال نماز شب در مسجد نخوانده بودید. این بزرگی این ماه شریف، این ماه بزرگ است که شما را به اینجا کشانده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر شخصیتی که ماه رمضان روزه بگیره از روی ایمانداریش و به امید ثواب، خداوند گناههای گذشته این شخصیت میبخشه، مغفرت میگیرد. یعنی که از روی ایمانداری به خدا باور دارد، روزه امر خدا هست، پروردگار امرش کرده است که فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر کدام شما وقتی که در ماه رمضان داخل شده باید که این ماه روزه بگیره، به خاطری که روزه گرفتن امر پروردگار است. هر شخصیت روزه بگیره و به امید ثوابی که خداوند ثواب بی نهایت زیاد وعده کرده است، به امید ثواب هر شخصیتی که ماه رمضان روزه گرفت، خداوند از رمضان گذشته تا این رمضان این شخصیت هر گناهی کرده باشه پروردگار گناهاش میبخشه. یعنی که روزه گرفتن، عزیزای خدا یک مثال میارم، میگن این یک حمام سالانه هست. حمام وقتی که انسان سر و بدنش شستشو میکنه از غژدی و ناپاکی پاکیزه میشه، از بوی ناکی پاکیزه میشه. رمضان، ماه رمضان یک ساله، یعنی اون چرک و غژدی هایی که از گناه و معصیت در روح انسان، در ایمان انسان، در بدن انسان چسبیده بود و انسان چقدر ناراحت کرده است، اونها را از انسان پاکیزه میسازه. و هر شخصیتی که شبهای رمضان، یعنی نماز تراویح داشته باشه، شبهای رمضان شب زنده داری کنه. شبهای رمضان شبهای طلایی هستند برادران عزیز. شبهای رمضان شبهای نزول رحمت هستند. شبهای رمضان شبهای یعنی استفاده بردن هستند. این یک موسم و فصل عبادتی هست. انسان باید حرکت کنه که از این استفاده ببره، از دست ندهه این شبهای نورانی هست. شبهای رمضان هم خیلی شبهای بزرگی هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکش درباره اون فایده ها و خوبی هایی که در لحظه های این رمضان است برای ما خیلی کوتاه و مفصل بیان کرده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم مثل شما بر این شب اول رمضان بود، اهل اصحاب در محضر پیغمبر بزرگوار این چنین نشسته بودند. برادران عزیز، اصحاب پیغمبر وقتی در حضور پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می نشستند، روایت میکنند مثل این بوده ما که گویا یک پرنده در تار سر ما نشسته است، یعنی که یگان اعضای بدن ما نمیجومید، یعنی یگان کس حرکتی ناجا نداشت، یعنی یگان کس صداش بلند نمیکرد. چقدر با آداب، چقدر خاموش، چقدر با اهمیت حرف به حرف سخنهای پیغمبر بزرگوار گوش می انداختند. متاسفانه امروز مردم ما مسجد می آیند، تا یک لحظه پیش چی غوغایی بود، مثل بازار بریم. کجا آمده برادر بزرگوار؟ یک بار فکر کن، خانه خدا آمده، نزد محبوب و پروردگارت آمده. وقتی اهل اصحاب نشسته بودند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به سوی اونها خطاب کردند، گفتند اتاکم رمضان، گفتند آمد، رسید برای شما ماه رمضان. کلمه رمضان دوستای خدا یک تعبیر خیلی فصیح و زیبایی کردند. کلمه رمضان از 5 حرف عبارت است برادران عزیز. 5 حرف است: حرف ر، حرف میم، حرف زاد، حرف الف و حرف نون. هر کدام یک معنای بزرگی دارد. ر، م، ضاد، حرف ر، میم، زاد، الف و آخرش نون. دوستای خدا می فرمایند که
حرف ر معنای رحمت داره. این ماه رحمت است، سراسرش رحمت الهی است. رحمت رو بیره که امروز رحمت عبادت در حیات شما پیدا شده است. انشاءالله رحمتی فیض و برکت ریز شب در دوام رمضان میبینیم. کلمه رش یعنی که ماه رحمت. دویم حرفش حرف میم، معنای میمش ماه مغفرت، ماه پاکیزه شدن از جرم و گناه، از عیب و کمبودی و ناپاکی، از بدبختی و روسیاهی. دویمش میم. سیمش زاد. حرف زاد معناش به معنای ضمانت می شود، یعنی بشارت، وعده. خداوند برای عبادتگرهای این ماه جنت وعده کرده است، بخت و سعادت دنیا و آخرت وعده کرده است، نجات از قهر و غضب خودش وعده کرده است. این ماه چی است؟ ماهی وعده الهی برای بنده های اطاعتگر و فرمانبردارش. و حرف الف به معنای امنیت، آرامی. این ماهی است که خداوند در این ماه بنده هاش عذاب نمیکنه، غضب شب بالای بنده ش نمیاره. حتی شیطان ها را در این ماه زنجیر بند کرده است. هر انسانی که در این ماه گناه کرد، هر انسانی که در این ماه نافرمانبرداری و معصیت کرد، و یا شیطان وسواس کردگی نیست برادری است، و این انسان خودش شیطان صفت است، و این انسان خودش شیطان صورت است. چون که پیغمبر بزرگوار گفتن خداوند در این ماه شیطان ها را زنجیر بند و محکم میکنه. و آخرش یعنی که حرف نون به معنای نجات، به معنای نجات یافتن از قهر و غضب الهی هم در دنیا هم در آخرت. پیغمبر بزرگوار گفتن آمد رسید برای شما ماه رمضان، شهر و برکت. این ماهی برکت است. این ماهی است که سراسرش برکت دارد. یکی از برکت های این ماه برادری بزرگوار، نفس کشیدن شما در نزد خداوند ذکر نوشته می شود. خواب شما روزدارها عبادت نوشته می شود. قدم زدن شما ثواب نوشته می شود. حرکت شما من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه. پیغمبر بزرگوار گفتند هر انسانی که در این ماه یک عملی خوب به جا آورد، ثوابش مثل همین است که در غیر رمضان یک فرض به جا آورده بود. و من ادى فریضة فیه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. هر انسانی که یک فرض در این ماه انجام داد، ثوابش مثل همین است که گویا در غیر رمضان 70 فرض به جا آورده است. یک رکعت نمازی فرض در این ماه ثواب 70 رکعت داره برادری بزرگوار. این از برکت این ماه است. یخشاکم الله فیه. پیغمبر بزرگوار گفتن که خداوند در این ماه شما را از همان نوعی بلا و آفت، مصیبت و مشقت امین می‌دارد، نگه می‌دارد. شما در این ماه یعنی که خاطر جمع باشه، آسوده خاطر باشه. در این ماه بلا به بالای شما را نمی‌آید. در این ماه خداوند غضب شد به بالای شما. خداوند شما را در این ماه عذاب نمی‌کند. خاطر تو جمع باشه، آسوده خاطر، خرسند و خوشحال باشه. ای شخصیت‌های روزدار. یخشاکم الله فیه فینزل الرحمه. هر لحظه این ماه لحظه نزول رحمت است. لحظه ای است که خداوند رحمت در حیات شما نازل می‌فرماید. در روایت هم داریم 10 روز اول این ماه روزهای رحمت است. فینزل الرحمه و یحط الخطایا. در دوام این ماه خداوند خطاها و گناههای شما را مغفرت میکنه، میبخشد، از شما پاکیزه میگرداند گناهها و خطاهای کردگی شما را. و یستجیب فیه دعا.
در دوام این ماه خداوند دعاهای شما را قبول میکنه. برادران بزرگوار، شخصیت‌های را من میدانم که میگن حضرت وقت‌های زیادی هست، بعضی مشکلی در زندگی ما داریم یا بعضی حاجت‌هایی داریم، دعا میکنیم، دعای ما قبول نمیشه. سبحان الله، چی حکمت باشه. خیلی تعجب آور است که وقتی که بنده دعا میکنه خداوند دعاش قبول نمیکنه. اما در این ماه خداوند وعده کرده است که دعاهای شما را قبول میکنه. از ته دل دعا باید با باوری کامل باشه. باید این نوع دعا نداشته باشیم آیا قبول میشه و نمیشه، قبول میکنه نمیکنه. دعا باید این نوع نباشه برادر عزیز. وقتی دست میبرداریم یقین کامل داشته باشیم حتما الله رب العالمین دعای من قبول میکنه. یک حاجت حیات افتاد پیش یک شخصیت با امید قطعی حاجت نپرسیدنی میرویم و چنان یعنی باوری بوده داریم که میگیم حتما اون شخصیت کاری ما را بود میکنه. چی نوعی که یک شخصیت باوری داریم این چنین مد باید در دعا باوری کامل داشته باشیم، بعد از اون دعای ما قبول میشه. پیغمبر بزرگوار گفتن در این ماه خداوند دعاهای شما را قبول میکنه. ینظر الله الی تنافسکم فیه. اکنون برادران عزیز این جملهش اهمیت بده. خداوند هر لحظه حرکت شما را تماشا میکنه. سبحان الله. برادری بزرگوار، من خودت کی هستیم؟ من تو کی هستیم که رب العالمین با او عظمت و جلال و بزرگیش حرکت ما را، عبادت ما را، تسبیح ما را، تراویح ما را، نماز ما را، روزه ما را تماشا میکنه. تماشای با محبت، تماشای عادی برادری عزیز. تماشای مثل این فیلم هایی که مردم میشنن ساعتش وقتاشون ضایع میکنن، این نه. تماشایی که فرزند در نزد نو رهگرد میشه و از جا قامتش بلند میکنه، دیگه اهمیتش میده که پیشبان هفته به دهن بزنه. تماشای با محبت خداوند لحظه های شما را تماشا میکنه. هر لحظه عبادت. فکر نکن که امروز اینجا آمده آرام نشسته این بیکار است. همین لحظه رب العالمین از بالای عرش این گردن کجی تو را تماشا دارد، این انتظاری تو را تماشا دارد، این شوق و ذوق و محبتی تو را تماشا دارد. چقدر خوشحال است از این حضوری تو، از این عبادت، از این انتظاری تو. چقدر خداوند وقتی خوشی دارد میگه ولی هادا خلقتو کرد. ای بنده برای این خلق کرده بودم، این لحظه من به آرزو و مقصدم رساندی. خوشا به حالت برادری عزیز که این لحظه حاضر شده ای. این لحظه الله رب العالمین از تو تماشا دارد. و یباهی بکم ملائکه. و این جمعیت شما خداوند در بین ملائکه هاش افتخار دارد، فخر کرده ساده است. با این جمعیت شما خداوند ملائکه هاش سرزنش دارد. و سوی جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل و دیگر ملائکه های مقربه خطاب دارد که ببینه بنده های من، اینها خسته هستند، شلپر هستند، روزها بگه کار کرده بودند، اما این لحظه برای فرمانبرداری و عبادت من خستگی را پس سر کردند. جوان مردانه بغیرتانه در درگاه خانه من برای عبادت من جمع آمده. و این جمعیت شما خداوند افتخار دارد، در بین ملائکه هاش مباهات دارد. برادران عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در آخر ما را یک نصیحتی کردند. برادران عزیز، بیایید این نصیحت پیغمبر ما و شما از جان و دل به گردن بگیریم و به جا بیاریم. پیغمبر بزرگوار چه نصیحت کردند؟ فاروا الله من انفسکم خیرا. ای بنده های روزدار، از حرکت و عبادت های خودتون با پروردگار زیادتر نشان بده. پیغمبر بزرگوار گفتند
یعنی در این ماه زیادتر عبادت داشته باشه، زیادتر حرکت داشته باشه، زیادتر تسبیح گفته باشه، زیادتر تلاوت قرآن کنه، زیادتر پرهیزگاری داشته باشه، تا اینکه وقتی الله رب العالمین شما را تماشا میکنه، نگاه میکنه، لحظه عبادت و ذکر و تسبیح و تلاوت شما را ببینه. لحظه یعنی که اون لحظه که خودش دوست میداره، اون لحظه را از شما ببینه. در آخر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند فإن الشقی من حرم فیه رحمت الله. از همه بدبخت‌ترین شخصیت، از همه بدترین شخصیت، از همه بی‌قدرترین شخصیت، از همه پست‌ترین شخصیت همون انسانی است که از لحظه‌های نورانی ماه رمضان استفاده نمی‌کند. بدبخت و محروم و بی‌نصیب همون انسانی است که این لحظه در خانه‌اش خواب است، نماز تراویح نمی‌آید. بدبخت همون شخصیت است که ماه رمضان روزه نمی‌گیرد. برادری عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار گفتند بدبخت‌ترین شخصیت که هست همون انسانی که از لحظه‌های نورانی این ماه استفاده نمی‌کند. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یک بشارت، یک وعده خوش برای شما بزرگوارهایی که این لحظه فرمان پروردگار را لبیک گفته و اینجا تشریف آورده حضور کرده، خداوند برای شما یک بشارتی، پیغمبر بزرگوار برای شما یک بشارتی خوش دادن. پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. در جنت یک دروازه هست که نام او ریان است. جنت 8 دروازه دارد برادران عزیز. هر در جنت مخصوص برای یک گروه، یعنی حصه مردمی هست. یعنی از یک درش انسان‌های نمازخوان داخل می‌شوند، از یک درش انسان‌های سخاوتمند داخل می‌شوند، از یک درش انسان‌های حاجی و دیگر داخل می‌شوند. اما یک در مخصوص دارد جنت که این درش خداوند خاص برای شخصیت‌های روزه‌دار خداوند خلق کرده است. پیغمبر بزرگوار گفتند ان فی الجنة بابا یقال له الریان یدخلون منه الصائمون. در جنت یک دری هست که نام او در ریان است. کلمه ریان محدثا یعنی شارح‌ها شرح دادن، گفتن که یک جای استراحتگاه، یک جای یعنی خوش آب باد و هوا، خوش آب و هوا، یک جایی که مثل امروز مردم میروند یعنی بوستان سرا دارن، مثل دچه‌ها و دیگر جاهایی که امروز مردم استراحت میکنن. این چنین جایی که هم هوای تازه دارد، هم آب تازه دارد، هم یعنی نوعی خوبی ها و خوشی های زیاد دارد. از اون در ریان در جنت پیغمبر بزرگوار گفتن که انسان های روزدار داخل می شوند. یقال له یدخلون منه الصائمون یوم القیامه لا یدخلون منه احد غیرهم. غیر از روزدار از اون در ریان یگان شخصیت دیگر داخل شده نمیتواند. حتی در بعضی از روایت ها پیغمبر بزرگوار گفتن که بعضی حیله‌گرها، بعضی شخصیتایی که امروز در دنیا حیله میکنن تا پای مردم چون نمازخوان نشان میکنن مسجد میآیند، اما اصل اونها منافق صورت هستند. اونها عبادت آمدگی نیستند، اونها مقصد نیتش عبادت نیست. از نماز هم بیزارند، از تراویح هم بیزارند. مقصد اونها چی است؟ خودنمایی، تا اینکه مردم من ببینن. فقط در مسجد ندیدم چی میگه، چی بعد تراویح نبودی چی جواب میگم. بعضی انسان‌های حیله‌گر اون روز خود را در بین انسان‌های روزدار بجا می‌کردند، می‌خواستند که از اون در ریان داخل جنت شوند. پهنی اون در میگه 70 ساله هست، چقدر دروازه وسیع کران. بجا می‌کردند می‌خواستند داخل جنت شوند. اما زبانیه دوزخ و بعضی از ملائکه‌های تیزبین که خداوند اونها را مأمور کرده است، مسئول گردانده است که یکی مبادا غیر از روزدار از در ریان داخل جنت شود گفته، اونها میدیدن این حیله‌گر، این حیله‌گر میدیدن از بین روزدارها یعنی گرفته بیرون میکردن، میگفتن امروز برای از این در داخل شدن حرام است.
امروز حیله تو به کار نمیرود. تو در دنیا حیله میکردی، امروز دیگه حیله به کار نمیرود. حیلت خلاص شد، رود سیاه شد. انسانهای روزدار اون روز از در ریان داخل جنت می شوند. در روز قیامت یقال این الصائمون، از جانب خداوند یعنی ندا کرده می شده است، فریاد کرده می شده است که در کجا هست شما ای روزدارها، ای انسانهایی که در دنیا روزه گرفته. البته در صحرای قیامت چقدر دشوار و مشکل و سخت است. آفتاب از یعنی ابرها پایان است، تمام انسان مغز سر می جوشد، تمام مردم در یک حالت دشواری و مشقت هستند، به حال خود سرگردان هستند، در غم نجات و در فکر خلاص شدن عذاب هستند. از جانب خدا، از جانب پروردگار خطاب میشه، میگه در کجا هست شما ای روزدارها؟ فیقومون، این جمله مردم ها، این شخصیت هایی که امروز روزه گرفتن از جامعه خیسته، ای پروردگار ما اینجا هستیم، ما در اینجا هستیم. رب العالمین به سوی اونها میفرست فیقولون امین، میفرست از همین در ریان امروز داخل جنت شده. امروز برای شما حساب نیست، امروز برای شما عذاب نیست، امروز برای شما پرسش نیست، امروز برای شما مشقت و دشواری نیست. از در ریان داخل جنت شده. لا يدخلون منه احد غیره، غیر از روزدار یگان شخصیت دیگر از در ریان داخل شده نمی‌کنید. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخلوا منه احد، وقتی روزدارها از در ریان داخل جنت شدن، خداوند امر میکرده است که این در محکم کنه، این در محکم کنه. غیر از روزدار یعنی غیر شخصیت های روزدار هیچ شخصیت دیگر نمیتواند از این در داخل جنت شد. برادران عزیز بزرگوار، یکی از خصوصیت رمضان ما و شما باید فراموش نکنیم که روزه گرفتن یک عبادتی هست که خداوند در بین تمام عبادت ها روزه را خاص به خودش قبول کرده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل عمل ابن آدم له الا الصیام، تمام عملهای فرزند آدم یعنی انسانیت همه عملهاش برای خودش هستند. نماز میخونه، حج میره، زکات میده، خیر سخاوت میکنه، چی عمل کنه همش برای خودش میکنه. خداوند جناب پیغمبر گفتن، مگر گفتن رب العالمین گفتن که مگر روزه انسان برای خودش نیست. پروردگار گفته فانه لی، تا انسان روزش برای من میگیرد، یعنی روزش انسان به خاطر من برای من میگیرد و انا اجزم به. تا خداوند گفته که من خودم یعنی مزد و پاداش و ثواب روزش ادا میکنم، ثواب روزه داره من خودم ادا میکنم. حضرت امام ذهبی رحمت الله علیه یک مقاله داره، یک جمله داره برای شخصیت هایی که روزه نمیگیرن. حضرت میگه که هر شخصیتی که یک روزی رمضان به عذر میخوره، روزه نمیگیره، میگه در نزد تمام بزرگان دین او شخصیت از آتش پرست، از عرق نوش، از زناگر بدتر است. از آتش پرست، از عرق نوش و از زناگر بدتر است. به چی خاطر؟ به کدام دلیل؟ حضرت این حدیث دلیل میکنه، میگه دلیل من این است که خداوند در بین تمام عبادت ها روزه را به خودش قبول کرد. او بنده روزش به خاطر من بگیره. میگه و عند المؤمنین مقرر، در نزد تمام بزرگان دین هر شخصیتی که یک روزی روزه را به عذر میخوره، میگه او بدتر است از آتش پرست، از عرق نوش و از زناگر. یعنی ببینه که خیلی گناهی بزرگ است. و همین خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار این ماه بزرگ، این ماه نور حرکت کنیم که به خوبی استفاده ببریم تا اینکه خداوند بزرگوار به سبب این ماه گناههای ما را پاکیزه بگرداند و خداوند خوشی ها و برکت ها را در حیات ما زیاد بگرداند و خداوند مشکلی های حیات
از حیات ما دور بگردان. پروردگار بارگاه این جمعیت ما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب فرما. پروردگار برای ما توفیق بده دوام این ماه هم یعنی به خوبی عبادت کنیم. پروردگار در این ماه گناههای ما را بخشیده بگردان، گناههای گذشتگان ما را، پدرها و مادرهایی که از ما در خانه قبر خواب هستند پروردگار را مغفرت بگردان، قبرهاشون پر نور، روحهاشون شاد، جاهاشون جنت بگردان، مشکلی های ما را آسان بگردان، در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگار دشمن های اسلام خار و زبون و نیست نابود بگردان. پروردگار حکم قانون قرآن در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار بی فرزندان را فرزند صالح عطا بفرما. محبوسا و زندانیان را آزادی نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرها را در پرده حیای خود مسحور بگردان. پروردگار مسافرهای ما را در حفظ امان نگه بدار. طالب علم ها را علم نافع و مفید نصیب بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید، آرزو، مراد و مقصد داشته باشند و مراد و مقصد برسان. پروردگار خاتمه ما به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك.